خواهر من، عزیز من، یه دقیقه نزن بعدی. چرا برای درمان افتادگی پلکت میری کلی پول بابت بلفاروپلاستی میدی و کلی محصول چرت و پرت این اینستاگرامی میخری؟ با همین انگشتات میتونی درمانشون کنی. شاید برات خنده‌دار باشه ولی یه ماساژی هست مخصوص پلکه. 7 شب، ببین فقط 7 شب، شبی 3 دقیقه وقت بذار براش، انجامش بده، کامل مشکلتو حل میکنه. نمیخوام فالوم کنی، نمیخوام چیزی برام کامنت کنی، رایگان تو همین ویدیو بهت میگم. فقط تو هم تا آخر این ویدیو رو ببین و حتما سیوش کن، چون اگر گمش کنی هیچ جا دیگه نمیتونی پیداش کنی. اینو دارم جدی بهت میگم. حتما هم بفرست برای دوستات تا اونا هم صرفه جویی کنن تو هزینه‌هاشون. اگرم دوست داشتی این ویدیو رو یه قلب قرمز برای من تو کامنت ها بذار. فقط کافیه که انگشتت رو به کرم لیفت مخصوص دور چشمات آغشته کنی. 3 دقیقه این ماساژ رو به این صورت روی پلکت شروع می‌کنی به انجام دادن. برای حرکت دوم فقط کافیه که مجددا آغشته کنی، به این صورت ماساژ بدی. و برای حرکت سوم فقط کافیه که مجددا انگشتتو نگه داری و پلک بزنی. من تو پیجم کلی از این ترفنده دلی براتون گذاشتم. اگر دوست داشتین حتما پیجمو فالو کنید.